سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیو دیگه آرتانیکس مستر هستم. به چنل آرتانیکس مستر گیم خوش اومدین. تو این ویدیو قرار جنگ بین تون ساهور و شین سونیک رو ببینیم که ببینیم کدومش قوی تره. بزن بریم. خب خب دوستان عزیز، من اینم از تون ساهور، اینم از همون اینو میارم با این کلاس، این چون دو لول 3 و لول 4. خب بریم. این از تون ساهور در مقابل شین سونیک رو میبینیم که رو خوردش، اما تون ساهور با اون چکشش زدش نمرد. خب بریم سراغ سونیک، اما ورژن 2. ببینیم چی کار میکنه. فکر کنم نباید برم نزدیک، چون یک دفعه بزرگ میشه. واسه ببینم اون داره هر میخورتش، هنوز داره میخورتش. فاتحت خونده است. این 10 تا تون ساهورم گذاشتم. واسه نگاه کن. نتیجه تون ساهور بعد چند دقیقه. کن باید تبدیل میشه به این. واسه با چند بار بزن. خب دوستان عزیز، این هم دیدیم که شین سونیک تبدیل شد به لول 3. این شین سونیک که ما هرچی بخوره گنده. یعنی از فرض کن شین سونیک عادی از این کوچیکش تبدیل بشه به این. واقعا سم تلزا دارن چیکار میکنه. تون ساهور رو خورد. خدا واسه ببینم میتونی ارتش تون ساهور چرا منو پرد میکنی؟ نامرده. من ها قدرت تون ساهور رو همشو خورد شین سونیک. خب دوستان، شین سونیک تبدیل شد به مرحله وی آی. این مرحلهش خیلی خدایی هم من خودم این سفیدش رو دیدم. این سفیدش بدتره. این سفیده شین سونیک اصلا بدتره. خب یعنی خدا لعنت اون کسی کنه که تا توره درباره این گفته. باشه خدا لعنتش کنه. با دهانش میتونه یه ساختمون ببلعه. یه عالمه تون ساهور دارن باش میجنگن. این همه تیلز همون رفیق سونیکه، اما تیلز چی به شین سونیک کو. آقا شین سونیک کو. یعنی این همه تون ساهور شین سونیک رو کشتن.
وای من تعجب کنم شینسونی کو وایسا من الان یکی اسپان میکنم ببینم چی کار میکنم الان برام سوال این همه شینسونیکو کشتن معلومه که نه من 10 تا از این میذارم ببینم درختش میان یا نه بازیم باگ خورد خدایا رفته خدایا خب دوستان عزیز دیدیم که شینسونی دقیقش نمیاد خب دوستان دیدیم که گوسفنده چی یا قبل این شینسونی که هنوزم متوقف چرا منو هنوز 10 تا شینسونی هفته شما حمله بکنه خب حمله میکنن درقت 56 تا شینسونی نمیاد منو برا چرا منو قاطی ماجرا نکنید خب دوستان به نظرم تا اینجا کافیه لایک و سابسکرایب رو فراموش نشه توی کامنت ها بذاریم دفعه بعدی با کی بجنگم لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد خداحافظ تا ویدیوهای بعد خداحافظ Let's do it